بیماری سیرایتی یکی از مشکلات جدی در ساحه طب بوده در همه فصل سال بین اهالی خصوصا کودکان بیشتر به قید گرفته می شود و در مدت کوتاه به سلامتی آنها تاثیر جدی می رساند. از طرف مؤسسه تندرستی ناحیه شهرنو در بیمارخانه و در همه مرکزهای سلامتی دهات خانه‌های سلامتی تشکیل کرده شده است که شهروندان می توانند مراجعت نمایند و رایگان طبابت بگیرند. امروزها عاید بیماری سرایتی یعنی بیماری موسمی زکام در بین اهالی که ناحیه شهرنو از جانب همشیره‌های طبی اویلوی اصول گردش خانه به خانه به راه مانده شده است که با مردم با اهالی عاید هم پیشگیری بیماری سرایتی کارهای فهماندگی عمومی فهمانده شدند. اینچنین با اهالی فهمانده شدند که هنگام سرایت یافتن آنها زود به دکتر مراجعت کنند. یک چند عامل ها هستند که سبب های سرزدن این بیماری می باشد. این هم باشد نبودن آب نوشاکی و استفاده آن، با طلبات سانیتری جوابگو نبودن و رعایت نکردن گیگن شخصی می باشد. از این لحاظ باید هر یک شخص عاید پیشگیری آن معلومات کافی داشته باشد. من همچون طبیب سیرایت شناس توصیه می دهم که برای گرفتار نشدن به بیماری های سیرایتی منتظم شستن دستان با صابون یا محلول های بی‌ضرر گردانیده شده، هنگام سلفیدن و عکسه زدن دهان و بینی خود را با دست یا روی ملچه پوشانید. دستمال های استفاده برده شده را فوراً پرتوید. هر یک شخص باید به گیگین شخصی خود رعایت کند و پیش از استعمال کردن خوراک ها و میوه‌جات ها دستان خود را شویند. مؤسسه تندرستی برای در آینده بهتر نمودن خدمت‌رسانی‌های طبی به اهالی ناحیه شهرنو چاره‌بینی‌های زیرین را به نقشه گرفتند. مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی ناحیه نقشه چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده عاید حمایت اهالی از بیماری‌های سیرایتی به راه مانده است. در عملی نمودن چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده مرکز با ساختار کاتس و بیمارخانه مرکزی ناحیه همکاری می‌نماییم. در ناحیه برای بستری نمودن بیماری‌های سیرایتی شعبه بیماری‌های سیرایتی در حالت آماده باش قرار داشته با تمام لوازمات‌های طبی، داروهاری‌ها و موادهای بی‌ضررگردانی تأمین می‌باشد. در این سمت کوشش می‌نماییم که نظارت سانیتری اپیدمیولوژی را پرزور نموده بهر سالمی جامعه سهمگزار باشیم. مؤسسه تندرستی برای پرزور نمودن نظارت بیماران و سری وقت بستری نمودن آنها در بیمارخانه‌ها، رواج دادن طب اویلوی، آموزاندن دکتران دهات، باز هم زیاد کردن دکتران دارای درجه‌های بلند اختصاص، برای ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی عاید به طرز حیاتی سالم کارهای نظررس را به انجام می‌رسانند.